خیلی خوشحالیم که با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم. امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی 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 متفاوت که تا الان اصلا گوش ندادیم و از تاجیکستان. من خودم تا حالا تاجیکی گوش نکردم. آره تاجیکی بعد یه چیز سنتی هم هست انگار. اینو توی کامنت های یکی از دوستا گفت، من رفتم یه اولش رو شنیدم گفتم جالبه، تو مایه‌های مثلا سنتی طور میخونه دقیقاً. بعد گفتیم بریم ببینیم که چی جوریه، بریم ببینیم چی کار کرده. امیدوارم خوب باشه. افضل. اوه بله، من سمرقندی به میخانه‌ام. اوه سمرقندیه از سمرقند و بخارا، اینا همه مال ایران بودن و یعنی اینا هممون با هم یه قوم بودیم، ایرانی بودیم، پارس بودیم. این چی میگم، الان جدا شدیم. چه باحال. من سمرقندی به میخانه‌ام، اون سمرقند گشته از غمخانه‌ام. چه جالب، شعر خوبی داره میخونه فکر کنم. یه چیزی بگم، من خیلی جالبه واسم این که مثلا سازهای مختلفی دارن، سازهای خیلی باحال دارن تاجیک‌ها. خند و بخارای شریف کنده کثیف، مکتبی تاجیکی را در بسته‌اند، مخزنی تاجیک را دزدیده‌اند، سینه تاریخ را ببریده‌اند. در آه چقدر تلخ داره میگه. رای شریف کنده کثیف، مکتبی تاجیکی را در بسته‌اند، مخزنی تاجیک را دزدیده‌اند، سینه تاریخ را ببریده‌اند. در سمرقندی سمرمند از غروری تاجیکی ترسیده‌اند. اوه چه قاطی کرد و ترسیدن. یهو قاطی کرد. فکر کنم این چقدر خوبه. آفرین، قوی هم داره میگه، مثلا قدرتشون رو داره نشون میده. در سمرقند و بخارای شریف بر تاجیکان داده بس حسنادهای زورکی، بر جگرگاهی نموی آریان زخمها زد. آریان هم تو شنیدم. آره منم. یه سری چیزاشو متوجه میشم ولی متاسفانه یه سری چیزاشو نمیفهمم. یعنی چی؟ آریایی و اینا رو فکر کنم گفت. همه قوم آریا. های زورکی، ای دل و جانم سمرقند، ای دل و جانم بخارا، تاجیکستانم سمرقند، تاجیکستانم بخارا. چقدر خوب گفت تاجیکستانم بخارا. اینجا میگم به ببین اینا، این سبک سازا یه حس جالب بهت میده، یه حس آرامش بهت میده. کی داری گریه میکنه؟ نه تمرکز میکنه. چه چهره جالبی داره. اگر روده بخشکد باز روده آید از کوهسار، اگر احساسی ما خوش کرد، اگر عشقی دلی ما و تو خوش کرد، جای فریاد است که به او بهریمان نشعی عمرو نه ایجاده. خیلی دراماتیک و جالب و خوب داره میگه و فکر کنم خیلی هم الان این تو ذهنشون هست و اینو دیدن مثلا جایی، مثلا تاجیکا خودشون میشناسن این خیلی خفنه. تو مایه های مثلا شجریان ما. اگر کشته نسب زد سال دیگر باز می سبزد، نسب زد گر امیدی ما، نسب زد گر محبت در دلی ما، جای افسوس است که فقدانش به نزدی بخردان همواره محسوس است. اگر چقدر لاتیشو خیلی داره پر میکنه ولی خیلی جالب داره صحبت. مثلا داشت راجع به گندم حرف زد، میگفت اگر سبز نشه چه اتفاقی میفته، اگر مثلا اینا رو داشت میگفت. شود از یرش یکسانی زمین غم نیست، اگر دردی محبت کم شود جای پشیمانی. خیلی باحاله، جملات جالبی داره. به او چی؟
چیه؟ نمی یابد و چشم آدمان آدم نمی تابد و گردون اختر گرمورد گردون باز خواهد بود اگر عشق دلی ما مرد جایی گریه و زاریست که به او در نگاهی من از اختران خالی است زمین و آسمان از عاشقان و شاعران خالی است جهان بیچاره نالی نیست میدانم که باید زندگانی کرد در این دنیای پیری بی فنا باید جوانی کرد. به به اینجا راست میگه، در این دنیای پیر و اینا باید جوانی کرد، واقعا جوانی. سنمون داره میره بالا. تو پیوندی منی بر روزگاری تازه الحق تو پیوندی منی بر نبهاری تازه الحق تو میدانی ولی گاهم نمیدانی. آها میگفت تو گفت گاهی میدانی و گاهی نمیدانی. حواسم پرت شد. هرچی ما بیره که عشقی ما چنان باید بماند گرچه ما میره که تا امروز سوزان بود اسیان بود طوفان بود. پسر قویه از اینایی که پرچم داره، مرد قویه به نظرم. پسرم بله اینم از این اجرای دوست عزیزمون از تاجیکستان، اسمشو خیلی شوشدیف. آره خیلی میدونی جالب بود واسه من. آره من تا حالا گوش نکرده بودم، اولین بارم بود. زبونشون دیدید چقدر شبیه ماه؟ زبون تاجیک ها خیلی شبیه تره، مثلا خیلی نزدیک، راحت تر میتونی متوجه بشی تا زبون دری خورده پیچیده تره. این تاجیک بود و خیلی از بیشتر من فهمیدم چی داره میگه، ولی چون شعرگونه بود دیگه مثلا همشون نمیتونستی توضیح بدی. به نظرم جالب بود، تجربه باحالی بود. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. در یادتون نره که اون لایک بغلم بزنید و اگر چنل ما رو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون داریم. فعلا خدافظ.